20 سال می شود با هنری دوزندگی مشغول می باشم. یعنی که هنری طراحی. با این هنر من از خرده‌ام مشغول می باشم. یعنی از سن 5 سالگی از مادرم این هنر را از یاد کردم، یاد گرفتم. تا حاضر من با این هنر مشغول می باشم. یعنی که کرته های گوناگون، فسان های گوناگون، یعنی که لباس های مردانه، زنانه، چیزی که باشه من می دوزم. یعنی که کرته های عروسی، لباس های ملی، لباس های با استیل اروپایی می دوزم. بسیارتر مشتریان من، میجوزان من همون معلمه ها، رئیسه ها، تمامی همین ناحیه زنک و دختر ها، همین هست.